این فیلم رو میگیرم من. این خانه منه که 1 سال دارم توش زندگی میکنم با این شلوغی و کارمسرایی و با خاطر این بچه ها. این بچه ها هر چی میگی گوشم نمیکنن، حرف خودشونو میزنن. میگم گذشت کنن، ما به خاطر شما داریم این زندگی رو تحمل میکنیم، شما هم یکم به خاطر ما گذشت کنن. یکی از یکی لجبازتر و حرف خودشونو میزنن. این زندگیه که من 1 سال توش دارم زندگی میکنم. این فیلم رو میگیرم که آثار زحمت های من باشه. بعد زحمت های ما رو ندیده میگیرن، کسای دیگر رو میگن خوبن. این به خاطر بچه های آخرم ما ننه بابای بدی هستیم. ما توقعی ازشون نداریم، دوست داریم گذشت کنن، به حرف آدم باشن. اون اتاق، اینم از این اتاق. شلوغ پلوغ دلم نمیاد جارو کنم. جارو مثلا شاید 10 روزی پر خاک همه جا هست. ماسه از بچه ها توقع ندارم، ولی دوستم ندارم که به حرفم ارزش قائل نمیشم. این یک کمدیه خودم توش میفتم. همه رو به یک دنیای دیگه، به یک دنیای خاطراتی که برای ما همیشه اینم حال منه. هست. این برگردیم به همین آهنگ امشبه که واقعا شاید خیلی وقتی که آهنگ گوش میکنن به فضای شعرش توجه زیاد ندارن. حالا که چند وقتی که گوش میکنن بعدا ممکنه که باش خوب میشن. اون ریتم هست که اول یه مقدار میاد بالا قرار میگیره و گوش میکنن، احتمالا یه رقصی میکنن باهاش، ولی باورت نمیشه. من حاضرم که واسه هر روز صبح یه دوربین بگیرم و ببینی که من چشمامو که از خواب باز میکنم این خبرها رو که میبینم توی تلفنم هر روز صبح نگاه میکنم، باور کن تمام غم‌های دنیا رو صبح اول صبح تو دلم میاد. وقتی که میبینم در خوزستان و در بلوچستان، در کردستان، در شمال، در جنوب این همه مسئله وجود داره، کشوری که اینقدر پول داره، اینقدر ثروت داره، مردمش در فقر و بیچارگی زندگی میکنن و تمام دقیقا وقتی